سلام چطورین؟ خیلی خوشحالم دوباره میبینمتون. امروز 7 روز از چالش 75 روز نچندان سخت گذشت و خیلی خوب بود. واقعا اونجوری که فکر میکردم نبود، چون خیلی دیده بودم میگفتن سخته، اصلا نمیشه انجام داد. حالا در ادامه با هم دیگه صحبت میکنیم. ویدیو امروز شامل 2 پارت اول راجع به تجربه‌ای که این یه هفته داشتم و چجوری گذشت این چالش، و پارت دوم راجع به کتاب شکاف اعتماد به نفسه که باید بخونم توی این چالش و چیزایی که ازش یاد گرفتم و قراره بهتون یاد بدم. امیدوارم که در ادامه ویدیو با من همراه باشید. خب بخوام از این یه هفته بگم، خیلی سخت نبود. شاید دلیل سخت نبودنش این بود که من ترکیبی از نرم و سخت رو انتخاب کردم. اگر ویدیو اولو ندیدید برید ببینید که متوجه بشید من دارم چی میگم، که منظور از سخت و نرم چیه. ولی اونقدر سخت نبود، بیشتر اون آب خوردنه اذیت میکنه. با اینکه من در طی روز آب زیاد میخوردم، ولی واقعا فکر میکردم خیلی راحت تر باشه، ولی طبق این چیزی که دیدم نه، واقعا انگار که 3 لیتر دیگه در روز آب نمیخوردم. قسمت سختش اونه، ولی خب حین ورزش و اینا آدم میخوره. من مخصوصا موقع کار کردن آب زیاد میخورم، برای همین میتونم حالا یه جوری سر و تاشو هم بیارم، یعنی انجامش میدم، نگران نباشید، زیرش نمیزنم. بعد دیگه ورزش کردن خوبه. 1 روز استراحت داره که 1 روزمو استفاده کردم، توضیح دادم قبلا توی ویدیوهای کوتاه. خوب بوده. یک سری چیزای دیگه باید بهش اضافه بکنم که یکم بهتر بشه سبک زندگیم. هنوز با اون چیزی که میخوام خیلی فاصله دارم. حالا شما هم حتما در جریان قرار میگیرید که چه چیزایی رو میخوام اضافه بکنم و چه چیزایی قرار کم بشه تا به اون سبک زندگی که دلم میخواد نزدیکتر بشم. دیگه بخوام بگم چه تجربه هایی داشتم، جورنال نویسی خیلی کمک کرد. آره بذار راجع به این صحبت کنم. برید ویدیو اول رو ببینید. جورنال نویسی و مدیتیشن، حالا شوخی میکنم اینجا یه ذره بهتون چی میگن، راهنمایی، کمک میکنم. جورنال نویسی و مدیتیشن جزء قانونا نیست و من خودم اضافه کردم و خیلی کمک کرد بهم. اول بذارین راجع به جورنال بگم. یک سری روزا بود که واقعا نیاز داشتم انجام بدم. یعنی چجوری بهتون بگم، احساس ناامیدی، احساس این که مثلا داری چی کار میکنی، اصلا چرا داری این کار رو انجام میدی و اینا خیلی اومد 2-3 روز سراغم و برای همین من خیلی کمک کرد بهم. خیلی کمک کرد بهم. احساساتی شد. ولی خب یه سری روزا هم بود که اصلا چیزی ذهنمو درگیر نمی‌کرد، همه چی عالی بود. یعنی در حال حاضر زندگی می‌کردم و هیچ تفکری تو ذهنم نبود. برای همین گفتم خب من چی بنویسم، اصلا راجع به چی صحبت بکنم. ولی همین رو نوشتم. گفتم که چیزی به ذهنم نمیاد، فقط دارم مینویسم. ولی خب خود به خود یک سری صحبت‌ها به ذهنم رسید که روی ورق پیاده‌اش کردم. این شکلیه. یعنی واقعا انگار دستمون بگیریم این خودکار نازنینو، خودکارم، این خودکار رو دستمون بگیریم، انگار که همه چی درست میشه. راجع به مدیتیشن هم بگم، انواع اقسام مدیتیشن رو داریم، ولی من تصمیم گرفتم برای این هفته مدیتیشن چاکراها رو انجام بدم. تا حالا انجام نداده بودم. یه کتابی هم که جدیدن خونده بودم، حالا در آینده بهتون حتما معرفی میکنم. یه کتاب خیلی کوچولوه ولی خیلی جامع است، راجع به تمام چاکراها صحبت میکنه. اگر به این موضوع علاقه‌مندین بهم بگید، من حتما راجبش توضیح میدم بهتون، در حد همون اطلاعاتی که خودم دارم. من حرفه‌ای نیستم در این مورد. و اینکه هر هفته 7 چاکرا رو ما چی دارم میگم
هر روز هفته متخصص به یک چاکراهه و اون چاکرا رو ما روش کار میکنیم. حالا با توجه به اون مدیتیشنی که مخصوص اون چاکراهه سعی میکنیم اون چاکرا رو پاکسازی بکنیم. مدیتیشن هم همین شکلی بود. حالا شاید هفته دیگه مدل مدیتیشن رو عوض کنم. این از این. بریم برای پارت دوم که من بهتون بگم که این کتاب فوق‌العاده چه چیزایی یاد داده. خیلی خوب، حالا ببینیم اعتماد به نفس چی هستش. خودمونی میخوایم با هم صحبت بکنیم دیگه. من یه دوستیم که یه کتاب میخونده، یک سری مطالب یاد گرفته، حالا میخوام اونا رو به شما یاد بدم. نه استادم، نه کوچم، نه چیز دیگه. فقط دوست دارم که دوستانه با هم دیگه مسیر رو طی کنیم و تک تکمون به ورژن عالی تری از خودمون دست پیدا کنیم. حالا بریم ببینیم که اعتماد به نفس یعنی چی. خب اول از همه میدونیم که اعتماد به نفس با عزت نفس فرق میکنه. پس ما فعلا عزت نفس رو میذاریم کنار و فقط میخوایم روی اعتماد به نفس تمرکز بکنیم. توی زمان عامیانه خودمون بین خودمون اعتماد به نفس یعنی این که من میتونم یه کاری خیلی عالی انجام بدم و وقتی میگم من اعتماد به نفس یه کاری رو ندارم یعنی این اکثرا من اعتماد به نفس انجام این کار رو ندارم. یعنی با یک انجام دادن یک حرکتی، یک کاری همراهه. خود به خود نمیشه. ما میخوایم یه فعالیتی انجام بدیم، پیش خودمون فکر میکنیم که اعتماد به نفس انجامشو دارم یا ندارم. یه خارج از این نیست. پس برای انجام دادن یه چیزی ما اینو نیاز داریم. خب وقتی که مثلا میگیم دارم یعنی اینکه به بهترین نحو میتونم این کار رو انجام بدم و وقتی میگم نه ندارم یعنی اینکه نمیتونم. حالا این نمیتونم از کجا میاد؟ یعنی پشتش ترس دیگه، درسته؟ ترس، اضطرابه و یه سری احساسات و افکاری از این قبیله. یعنی من میگم که نه من اعتماد به نفس انجام این کارو ندارم. چرا؟ خب با هم دیگه نگاه میکنیم. میترسم خراب شه، میترسم نتونم درست کارم رو انجام بدم. پس یعنی در واقع میترسم که بقیه منو سرزنش بکنن، مسخره بکنن، دچار اضطراب میشم. یعنی در واقع همیناست. ترس از شکست، قضاوت دیگران، خودسرزنشیه و یک پارت عجیب و غریبی که حالا هممون دست و پا شکسته باهاش درگیریم، کلمه‌ای به اسم کمالگراییه. یعنی خودمون از خودمون توقع داریم که هنوز اول کار بتونیم یک سری کار رو خیلی خوب انجام بدیم. در صورتی که نگاه بکنیم میبینیم که خب مثلا خیلی همون رانندگیمون خوبه، آشپزیمون خوبه، خانوما آرایش کردنشون خیلی خوبه. یعنی هستش، نگاه بکنیم میبینیم یک سری چیزا هستن که ما توشون اعتماد به نفس داریم. حالا یا یه خیلی زیاده یا خیلی کمه، ولی خب کلا داریم دیگه اعتماد به نفس. خب توجه بکنیم از کجا میاد؟ یعنی اینکه ما تمرین کردیم براش. تمرین کردیم رانندگی رو، آشپزی رو تمرین کردیم، آرایش کردن رو، ولی خب انگار که برای یک سری کارهای دیگه اصلا این تو کتمون نمیره که ما باید تمرین بکنیم و توقع داریم از خودمون که نه من همین اول که میخوام شروع بکنم باید عالی باشه، جای هیچ گونه خطایی وجود نداره. خب این اشتباهه. میدونی آدم باید اینو بدونه. شاید اونجوری به خودش زیاد سخت میگیره و این سخت گرفتنه باعث میشه که حرکت نکنه. ولی خب باید یاد بگیریم این افکار و احساسات میان و میرن. خب توی کتاب میگه کسانی که فلسفه شرق و خوب بلدن و کلن شرقیای قدیم، ژاپن و هند و اینا، میگه یه موضوعی رو بلدن به اسم ذهن آگاهی، مایندفولنس. خب احتمالا زیاد شنیدین. میگه اینا میدونن که ذهن ابزار عجیبیه، احساسات مختلف رو میاره سر راهت، افکار مختلف رو میذاره سر راهت و
به این علم رسیده که انسان سالم کسیه که احساسات مختلف رو تجربه میکنه. خشم، ناراحتی، شادی، یعنی در لحظه ممکنه چند تا حس مختلف بیاد سراغش، ولی نکته‌ای که هست اینه به عنوان یک انسان سالم میدونه که نباید به این افکار زیاد توجه بکنه. فقط نظاره‌گره. جا باز میکنه این افکار، احساسات بیان رد بشن و برن. و اصلا توی اون احساس و افکار گیر نمیکنه که وای نه من مثلا الان ترس برم داشته بمونم تو این حالت و هیچ کاری نتونم انجام بدم. نه، میگه که خب من الان ترسیدم، متوجه ترسم هستم، اون لحظه متوجه اون احساسی که براش اتفاق افتاده و اون فکری که به سرش زده میشه، ولی میدونه که شاید این واقعا درست نباشه و این تفکرش باشه، ذهنش باشه، یعنی در واقع که برای زنده موندن اینها رو بهش نشون میده تا از خطر جلوگیری بکنه. ولی خب انسان عاقل و درست حسابی که خودش رو بشناسه و اطلاع داشته باشه از ذهن آگاهی میدونه که میتونه بهش غلبه بکنه و فقط نظاره‌گر باشه. این نکته خیلی مهمه. باید یاد بگیریم که این نظاره‌گریه رو داشته باشیم. خب من الان ترسیدم، اوکی، متوجه شدم، ولی راه‌های مقابله با ترس رو یاد میگیرم، راه‌های دیگه رو یاد میگیرم که نذاره من همین جایی که هستم بمونم. اینها رو راز هریس توی این کتاب بهش میگه قوانین بازی اعتماد به نفس. یعنی در واقع میگه که شما اگر اعتماد به نفس ندارید، به خاطر این نیستش که عیب دارید، عیب شخصیتی، ذهنی دارید، یا مثلا توی کودکی دچار تروماهای مختلف شدید. میگه شاید اینها، حالا تروماها رو میگم، شاید اونها دخیل باشه، ولی خب برمیگرده دوباره همون توی ایجاد ترس و اضطرابه. میدونیم دیگه، یکم اگر اون خودشناسیه، با خودت وقت گذروندن رو داشته باشی، متوجه میشی که من الان اگر میترسم که قدم بعدی رو بردارم دلیلش چیه. یعنی واقعا تمام مشکلات زندگی ما به نظر من با خودشناسی حل میشه. خیلی کمک میکنه. امیدوارم که توی این مسیر شما قدم بذارید. منم حالا تا جایی که میتونم چیزایی که یاد گرفتم توی این مسیر رو بهتون یاد میدم حتما. خیلی خب، پس میگه که اعتماد به نفس یه بازیه، باید شما این روند این بازی رو یاد بگیرید. توی کتاب اعتماد به نفس رو یه جور دیگه برامون تعریف کرد. من خیلی دیدش رو دوست داشتم. ما میگیم که میتونم این کار رو انجام بدم به بهترین نحوی که هستش. ولی توی کتاب میگه که، حالا بذارید از روش بخونم براتون. کتاب میگه 2 تعریف متفاوت از اعتماد به نفس. 1. احساس اطمینان یا قطعیت. 2. عمل نشان دهنده اعتماد و اتکا به خود. اینا رو توضیح میده. میگه که توی مدل اول من میخوام وقتی یه کاری رو شروع کنم احساس اطمینان و یقین دارم که این کار درست انجام میشه، پس برای همین اعتماد به نفسش پیدا میکنم و میرم سراغش. ولی دومی میگه که نه، تو یک عملی انجام میدی، یک کاری انجام میدی، یعنی قدم برمیداری تحت عنوان این که به خودت اعتماد داری که از پس این کار برمیای، حالا چه کوچیک چه بزرگ، با قدم‌های کوچیک، و توی اون مسیر قدم میذاری. این دوتا میگه خیلی متفاوته تعریفش با هم دیگه، به خاطر اینکه وقتی تو اعتماد به نفس و بیای بر خودت احساس قطعیت تعریف بکنی، تا زمانی که از انجام یک کار مطمئن نباشی و ندونی که اون تهش درست خواهد بود، اصلا عمل نمی کنی. یعنی فقط اینجا میشینیم میگیم که خب من این کار انجام نمیدم چون میدونم تهش نمیشه، پس همینجا میمونم. میگه این احساسات غلطه. باید روش دوم و معنی دوم اعتماد به نفس رو توی زندگیتون رواج بدید و به اون عمل کنید. یعنی عملی که نشان دهنده اعتماد به خودتونه، یعنی اکشن داشته باشین، حرکت بکنید بدون اینکه احساس عدم قطعیت آخرش رو بدونید. ما نمیدونیم تهش چی میشه، واقعا معلوم نیست چی میشه، ولی با اینکه نمیدونیم قدم‌های اولیه رو برمی‌داریم برای اینکه اون کار رو انجام بدیم، حالا به هدفمون برسیم یا یک مسئولیتی بهمون داده شده اون رو انجام بدیم و به این ترتیب به ترسمون غلبه میکنیم. اوکیه؟ تا اینجا هست؟ همین چی اوکیه؟ خیلی خوب. حالا بریم بخش بعدی رو بهتون بگم. خیلی خوب.
حالا بیایم به این فکر کنیم که اگر اعتماد به نفس کل دنیا رو داشتیم چه اتفاقی می‌افتاد؟ توی کامنت ها نظرتون رو بگین یا الان حداقل یه دقیقه بهش فکر کنیم. اگر من تمام اعتماد به نفس جهان رو داشتم چیکار میکردم؟ خب فکر کردین؟ خود من اول از همه به هدفم خیلی زودتر تلاش میکردم که برسم. اون ترسی که دارم اون کنار میذاشتم، چون که مطمئن بودم هم به عملی که انجام میدم و هم به این که قطعیت آخر رو میدونم. یعنی هر دوتا مفهوم اعتماد به نفس رو اینجا من به کار بردم. چون که از همه چی مطمئنم، پس استارتش رو میزنم دیگه. شروع میکنم برای هدفم تلاش کردن، به اون چیزایی که میخوام میرسم، کارهای ناتمومم رو تموم میکنم، ترسی ندارم. یعنی ببین اگر تمام اعتماد به نفس جهان رو داشته باشیم، ما اصلا دیگه همه کار میکنیم، به هدفمون میرسیم. پس در واقع اینا نشون میده که ما اعتماد به نفس رو برای یک سری چیزا میخوایم. خب اگر اعتماد به نفس کل جهان رو داشته باشم، من نمیشینم اینجا هیچ کاری نکنم. درسته؟ پس اعتماد به نفس رو میخوام که یک سری کار انجام بدم که به هدفم برسم. درسته؟ پس در واقع خود اعتماد به نفسه قسمت کوچیکیه. باید به اون هدف نگاه کنی که میخوای بهش برسی. اعتماد به نفس داشتن بخشی ازشه که متاسفانه ما هممون فکر میکنیم این بخش انقدر زیاده و انقدر بنیادیه که اصلا تکون نمیخوریم و براش کاری انجام نمیدیم. خب حالا چرا اصلا ما فکر میکنیم که اعتماد به نفس نداریم؟ خب 4-5 تا دلیل داره. یکیش اینه که یعنی به خودمون انگ میزنیم و میگیم نه من اعتماد به نفس ندارم. ولی حالا پشت پرده چیه؟ چرا تو یا خودم هستن؟ چرا ما اعتماد به نفس نداریم و فکر میکنیم که کمبود اعتماد به نفس؟ 4-5 تا دلیله. یکیش اینه که توقعات افراطی از خودمون داریم. همین کمالگرایی که الان خیلیا داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، میگیم که نه من وقتی یه کاری رو شروع میکنم باید عالی باشه. ولی وقتی نگاه بکنیم، الان به ذهنم رسید در واقع، وقتی یک سری کارهای دیگر رو میخواستیم انجام بدیم اصلا به این فکر نمیکردیم که اولش خوب نیستیم. مثلا خود رانندگی برای من اولش اصلا برام مهم نبود که حالا من اونقدر نمیتونم. من اوایلش وقتی داشتم رانندگی رو یاد میگرفتم، برای عوض کردن دنده باید دنده رو نگاه میکردم بعد جا مینداختم دنده رو. چرا اون موقع برام اصلا مهم نبود که اعتماد به نفس ندارم و اصلا شورش نمیکنم؟ چرا واقعا؟ شاید اون هدفا یه سری هدفا و یک سری کاراست که ما تو ذهنمون بزرگ کردیم و برای یک سری از اون کاراست که فکر میکنیم باید عالی باشیم تا شروع بکنیم. این توقع افراطیه خیلی بده. یعنی من اول کارم، خب هیچی بلد نیستم، بعد انتظار دارم که همه چی عالی پیش بره. خب این میشه توقع افراطی. میترسم که شکست بخورم. شکست خوردنه باعث سرفکندگی میشه، باعث میشه شاید دیگران مسخره بکنن، سرزنش بکنن. یعنی بازم ترس و عدم اطمینان به خودمه که اجازه نمیده جلو حرکت کنم و فکر میکنم که باید در دید بقیه و حتی به اکثر موقع در دید خودم بهترین آدم دنیا و پرفکت ترین باشم، که این اشتباهه. این یکی از دلایلیه که وجود داره. بعدیش کمبود مهارت و بی‌تجربگیه. بعضی موقع‌ها وقتی توی کاری مهارت نداریم، خب چطوری میتونیم توقع داشته باشیم؟ یعنی واقعا ذهن انسانو ببین. من هنوز اول کارم، هیچی بلد نیستم، بعد توقع دارم که عالی کارم رو انجام بدم و اعتماد به نفسم همون اول کار داشته باشم. بعد چون میگم عالی نیستم و اعتماد به نفس ندارم، اصلا کارا رو شروع نمیکنم. در این لحظه که دارم بهش فکر میکنم و براتون توضیح میدم، خیلی برام جالب و خنده داره. واقعا نمیدونم چی بگم. وقتی یاد گذشته میافتم مثلا. ولی خب من خودم به این درک رسیدم که شاید بعضی موقع‌ها نقاب کمبود اعتماد به نفس میذارم و اون پشت یک سری مسائل دیگه هست که باعث میشه چجوری بگم،
یک سری مسائل اون پشت هست که باعث میشه من جلو نرم. خودم میدونم اون مسائل چیه، امیدوارم که شما هم بدونید چیه. ولی خب نقام به این که من کمبود مهارت دارم یا حالا کمبود اعتماد به نفس دارم شروع نمی کنم، میذاریم که اونا رو بپوشونیم یا اصلا سراغشون نریم. بعضی موقع ها نه خودمون سراغشون بریم نه بقیه متوجه این ضعف ما بشن. این خیلی جالب میشه. بعضی رو دیدید، من خودم برام خیلی عجیبه، همیشه تو دور اطراف میگردم، مثلا طرف دیدید که دوره کوتاه مدتی گذرونده و بلا فاصله شروع میکنه کارشو. شاید از دید یه کمالگرا و اینا نگاه بکنیم بگیم که چه اعتماد به نفسی داره طرف، بابا مثلا یه دونه کلاس بیشتر ثبت نام نکردی، کجا داری میری کارتو شروع بکنی؟ ولی خب احساس میکنم که الان که من این حرکت رو یاد گرفتم، این مطلب رو، شاید اون آدم با اینکه میترسه و شاید چاره‌ای هم واقعا نداره، قدم‌ها رو برمی‌داره با توجه به اینکه میگه من از پسش برمیام. یعنی تعریف دومی اعتماد به نفس، یعنی میگه من از پسش برمیام، میرم جلو با وجود اینکه میدونم دارم میترسم، استراب دارم، ولی خب چاره‌ای ندارم، باید بردارم این قدم‌ها رو. ولی خب یه سریا شاید انقدر اون ترس براشون عجیبه و اون تعریف اول اعتماد به نفس قطعیت آخریه براشون مهمه که اصلا قدم بر نمیدارن دیگه، موندن همینجا. و شاید بعضی موقع متاسفانه اون آدم رو هم مسخره کنن، بگن بابا طرف هیچی برات نیست، کارشو شروع کرده، وای به داده، وای به حاله اون مشتریایی که مثلا میان سراغ این آدم. خیلی جالبه. امیدوارم که دید شما هم عوض شده باشه. من خودم حالا در حین این که داشتم کتاب میخوندم دیدم عوض شده بود، ولی الان که دارم براتون توضیح میدم خودم هم یک سری چراغ‌ها، اصلا یه سری چیزای دیگه برام روشن شد که واقعا جالبه. این حرکت کردن در عین ترسیدن، علاوه بر این که اوج شجاعته، یعنی شجاع یعنی همین، نمیشه ترسو از بین برد، فقط میدونی که میترسی و ادامه میدی براش و همین باعث میشه که جلو بری و به هدفات برسی. شاید واقعا ترسه که اینجا نگهت میداره، میگن همیشه شاید گرونتر از این تموم بشه که تو این مسیر بری، حالا یه سری اتفاقات خوب بد بیفته و تو به اون هدف برسی. شاید اینجا موندن خیلی بدتر باشه. یعنی بعضی موقع ها آدم باید بهش فکر کنه که ترس اینجا موندنه خیلی وحشتناکتر از ترس مسیر و رسیدن به هدفه. بگذاریم، بکنم یکم زیادی صحبت کردم. بریم مرحله آخر. میگه که کتاب میگه که بذارید عکسشو بهتون نشون بدم، بیارم. اینا ببین، اینا همونطور که کتاب گفت و من به شما گفتم، میگه اعتماد به نفس یه بازیه و باید این بازی رو بلد باشی انجام بدی. حالا کتاب خیلی مونده و توضیحات دیگه هم میده، ولی تو این مرحله که رسیدیم میگه چرخه اعتماد به نفس وجود داره. خب و این نکته خیلی مهمه، میگه اعتماد به نفس به دست آوردنیه، یعنی شما تمرین میکنی که این مهارت رو به دست بیاری. خب چیزی نیستش که یهو از آسمون نازل بشه، باید براش تلاش بکنی. اولین چرخه تمرین مهارته. مهارت هایی که دلت میخواد یاد بگیری و برات مفیده رو سعی میکنی که یاد بگیری. مرحله دوم بکارگیری اون مهارت هاست. فقط یادگیری مهم نیست و باید تمرینش بکنی، به کارش بگیری به صورت مؤثر. و حالا وقتی انجام دادی این مهارت هایی که یاد گرفتی رو نگاه میکنی ببینی که این نتایج چجوری بودن، بررسی نتایج تو انجام میدی، خوب بوده، بد بوده، ضعیف بوده، جایی نیاز داره که تقویت بشه یا نه. و در نهایت اصلاحش میکنی. اگر جاهایی نیازه که یک سری تغییرات بدی، تغییرات رو اعمال میکنی و دوباره این چرخه میچرخه. خب پس چی شد؟ مهارت ها رو یاد میگیری، به کار میگیری، ارزیابی میکنی، اصلاح میکنی و دوباره این چرخه حرکت میکنه. کتاب فوق‌العاده است. امیدوارم که توضیحات من به شما مفید بوده باشه. من خیلی دوست دارم که توی این مسیر همراهتون باشم. هر نظری دارید،
اگر چیزی هست که بتونه به هممون کمک بکنه توی کامنت ها بگید. تجربه‌ای اگر داشتید از غلبه بر اینکه میترسید یه کاری رو انجام بدین، خیلی کمک میکنه. اینجا یک جاییه که من دوست دارم همه به همدیگه کمک بکنیم، یه زندگی بهتری داشته باشیم و به هدفمون برسیم. خیلی ممنونم که تا الان با من همراه بودین. خیلی خیلی خوشحالم. همین جایی که الان من هستم، حالا اینم داخل پرانتز بهتون بگم، مدت ها طول کشیده که من بر این ترس غلبه بکنم. واقعا دارم میگم. برای همین دوست دارم که بقیه هم کمک بکنم. خیلی ممنونم. توی ویدیوهای کوچیک حتما با من همراه باشین که در طی هفته آینده با هم دیگه باشیم و یک هفته دیگه دوباره میبینمتون. خدا نگهدار.